با نام یاد خدا سجادی هستم با یه آموزشی در خدمتتونم. تو این جلسه میخوام بهتون یاد بدم چجوری میشه کاستوم تیک اینتر یه پکیج ساخت و تبدیلش کرد به یه اگزه. اگه برنامه رو نوشتین و یه در حقیقت تبدیلش کردیم به یک فایلی که میتونست خروجی بگیره و یک شمایل خوبی داشت، این رو در حقیقت میتونیم تبدیل کنیم به یک اگزه. البته این رو بگم که کاستوم تیک اینتر یه سری معایب داره، یه سری پکیجا که زیاد میشن دیگه تداخل پیدا میکنه و خروجی خوب به درد بخوری به صورت اگزه نمیده و عملیات در حقیقت فیل میشه. حالا ان توی پچ های بعدیش بتونه این مشکلات رو رفع کنه. برای کار یه CMD باز میکنیم. اول همه میریم اینجا مسیر اصلیمون رو میگیریم و اینجا یه دی میزنیم چون توی فولدر دی هست، یه CD میزنیم و میایم توی این فولدری که اینجا قرار داریم، دی فولی پایتون و CTK. پس ما اینجا میتونیم بخوایم پروژه مینمون رو در حقیقت اجرا کنیم. برای ادامه کار باید در حقیقت نصب کرده باشید پیپ اینستال اوتو پای تو اگزه رو. بعد از اینکه اینستال کردین با این سب میتونید ازش استفاده کنید. چجوری؟ میاد می‌نویسید اوتو پای تو اگزه. بعد اینکه اوتو پای تو اگزه باز شد بعد چند تا کار انجام بدید. براوز رو میذارید میره تو فولدری که در حقیقت پروژه قرار داره، همین فولدری که اینجا قرار داشتین زیر برمیدارم میام داخلش. مین رو انتخاب میکنم، پروژه مین رو انتخاب کردم. بعد از اینکه مین رو انتخاب کردم حتما بذارید روی وان دایرکتوری، روی وان فایل بذارید. CTK پکیج CTK باشه نمیتونه براتون وان فایل بسازه و حتما برای وان دایرکتوری باشه. ویندوز بیس رو انتخاب میکنید، آیکون رو سلکت میکنید توی همین فولدر و این در حقیقت اینو سلکت کردم این فولدر رو. ستینگ رو میرید نگاه کنید خروجی ببینید همینجا قراره یه فولدر آوتپوت ساخته بشه و خروجیش به صورت اگزه اینجا ساخته شده باشه. نکته بعدی که وجود داره ادیشنال فایل هست. میرید اینجا ادیشنال میذارید، اد فولدر رو میزنید. اد فولدر رو میزنید باید حتما پکیج CTK اد شده باشه به پروژه. میرید توی پایتون پایتون 13 لایبرری و سایت پکیج رو انتخاب کنید. از روی سایت پکیج بعد کاستوم تیک اینتر رو هم انتخاب کنید. کاستوم تیک اینتر رو سلکت میکنید، اتوماتیک کاستوم تیک اینتر میاد اینجا. خب ظاهرا همه چیز اوکیه. اسکریپتی که قراره اجرا بشه این هست و این اسکریپت رو میخوایم با هم چک کنیم. کجا؟ روی سایت خود CTK. توی سایت خود CTK اینجا برای شما نوشته که اینو اینجوری باشه، اما اسکریپتش رو میخوایم چک کنیم. پای اینستالر نو کانفیگ وان دایرکتوری ویندوز آیکون رو ما اضافه کردیم. اد دیتا دقت کنید همیشه اینطوری باشه. کاستوم تیک اینتر نقطه کاستوم تیک اینتر و بک اسلش همینطور که خودش اینجا آورده. در آخر هم فایل پایتون رو سلکت میکنید و بهش میدید. شروع میکنیم به کانورت کردن. خب همونطور که میبینید پروژه کامپایل شد ساکسسفول. اما اگه پکیج بزرگتر باشه قطعا این عملیات خوب کار نمیکنه و مشکل برمیخورید. بعد یکی دو تا پکیجاتون رو حواستون باشه که جمع کنید و خیلی از پکیج متفاوت استفاده کنید. درست حسابی اینو کامپایل نمیکنه. حالا نمیدونم چه مشکلی داره، با CTK مشکل داره یا با پکیجایی که داری استفاده میکنین قطعا مشکل خواهد داشت. پروژهتون کامپایل شد رفت تو فولدر آوتپوت، یا از اینجا میتونید برید یا همینجا میرید تو فولدر آوتپوت توی مین و اگزش اینجا وجود داره. نکته‌ای که وجود داره اینه که بعد که میخواید رو اجرا کنید یه ارور به شما میده و میگه من نمیتونم فایل آیکون رو پیدا کنم. مجبور میشید شما برید اینجا و این آیکون رو کپی کنید و بیارید بذارید داخل همین فولدر اینترنال. بعد اینکه گذاشتین اینجا دوباره برنامه رو ران کنید، میبینید که برنامه به سادگی میبندمش، دوباره بازش میکنم، برنامه به راحتی باز میشه و این یه اگزه است که میتونید ازش استفاده کنید همراه با فولدر اینترنالش. یعنی در حقیقت یک پروژه با هم هست و میتونید ررش کنید و هر کجا که خواستین ببرید.
امیدوارم از این آموزش استفاده کرده باشین. تا آموزش بعدی، خدا یار نگهدار.